پشتی شرایط به تجش سالان سیدو کمپانیا برکانی لسر کنتراتا کر با برهم اینانا هش بیرت مازنیت نفتی و گازیت عراقی. هرچند برکان کاتون تاتا کرن لفیفدار وزارت نفتی عاصم جهاد دبیشت لمزاد ایکی اولاتیوی ابتنی ری کفتن لسر ایکشون بیراهاتا کرن. کنترکتا ایکی هات دارشتن و کمپانیا بی پی بریتانی و کمپانیا سی ان پی سی چینی ورگرتو پیش و برنا بیرین رمیل نفتی ام هشتا بردوام لسر پروسه راگهاندن کنترکتان بو بیرین دین گاز و نفتی و لبنده کمپانین جهان نمل ملانی جرا بکن. وزارت نفت عراق پیشنهادی کرد که هر کمپانی پترول در خط آرمانچ باهات دیار کردن با هر برمیل نفت ده $2 پتر دنه لهنده کمپانی دخواست کمی و 2 برابری به پاره کربو ده انجام دا هندک بیرد بچیکتری نفت عراق بره چه کمپانی بخور نراکشایه او برکانی بوی اگر مشت مرکاتون لی ولاتیش بر کنوتو 5 صدش لهاتی عراقی لسر نفت را دوست حکمت دبیشت رانکش بروان کنتراتا عراق ل20 سالت بین $2 تریلیون بدست بیند. فاروق محمد صادق نریا برهم هنرت نفت عراق دکت. نها کمپانی دیزیده بین اف کمپانی نجبو خاطر عراقیتین وان سیاستین خواهنه کو بگومان کاری دیکن سروریا عراقی. اجباری گرفتاری پاراستین العراقی و دیاره هندک کمپانیا کریا خو زده کریه. لیش رضای حزب تهنی ولید کردی دویشت اجبار دولمندی عراق به پتروله مروف نشد و کارداریش خوب بکرد. بگومان روشا پاراستنی پرسکا اشکره او تشتکه کاربدست و کمپانی پیگ و هزر پاراستنا خواه بکن بله لدعوی قازانجا کارداریه هندی دینتن. عراق مصنترین ولات سی جهانیش رایش دارد پتروله به که به تخمین 43 میلیارد برمیل نفت خواه هنه. بینرتش او راپورتک بوش بشکا کردی یا دنگ امریکا.